امروز اومدیم ببینیم کی از همه خنگ‌تره. سوال داره؟ معلومه که محمد افشار. بالاخره یه ویدیو گرفتیم بتونیم توش برنده شی. ما چند تا موضوع داریم دوستان عزیز و تو هر موضوع 5-6 تا سواله و بچه‌ها میتونن جواب بدن. کسی که میدونه لطفاً زودتر بزنه. دسته‌بندی اول سوالات منطقیه. منطقی سید. 1 ساعت از کار افتاده ولی روزی 2 بار زمان رو درستشون میده. چطوری؟ طول روز 24 ساعته و وقتی ساعت 6 باشه تا 6 خوابیده دیگه. یک بار میچرخه، یه بار 6 صبح، یه بار 6 ظهر. ساعتی که همه ساعت‌ها 12 تا عدد روشه. زمان ما 24 تاست. مثلا 2 بار میتونه بچرخه و درست باشه. منم همونو گفتم. ما گفتیم که این میشه. نه بابا چرت پرت میگه بابا. ماشی من که چیزی نگفتم. خب بگو. آقا اگه اینجوریه که بگید ما برای ولی علی استوریشون اول زد. چی شد؟ لطفاً همدیگه رو دست نزنید آقای. یه نفر بدون چتر و کلاه زیر بارون شدید راه میره ولی موهاش خیس نشد. چطوری؟ من زدم. محمد افشار. کچل دیگه. آره دیگه من امتیاز این مرحله رو میدیم به محمد افشار. یه دست به افتخار محمد. وقت چرا مثلا مزه دیدم به من نگفتی بابا؟ چون محمد اول زد. تا به اینجا که سوالا کودکستانی بوده. آره دیدم چند تا جواب دادی. جفتشو درست جواب. چی شد؟ نه معلومه نمیدونم فلان. اولاغ خر اول تو زدی. خب من نمیدونم گو بخورم اینجا. حاجی جون علی مانی جواب دی بود؟ جوابم این نبود. اگه میخواستم بمیری همین وسط میگفتم آره. از ایناست که گمراهت میکنه. چرا؟ 2 تا جواب میده. خب نه دیگه. باید به سوال دقت کنی. سوال اگه میگه که فقط یه خونه‌ای که پنجره‌هایی رو به غرب داره، خورشید از کجای اون خونه طلوع میکنه؟ طلوع جنوب شهر 40 دقیقه از غرب به شرق تو ترافیک 40 دقیقه بیشتره. خب تو به خاطر نمک زیاد یه رو تو وایت باکس. پشمام جواب خیلی جالب بود. همیشه شرق طلوع میکنه. مهم نیست پنجره کجا باشن. از شرق طلوع میکنه اصلا. 2-1-6 آره. ببین جمع دومنم تازه میشید. عالی بود. یه نفر تو ساختمونی که 20 تا طبقه داره کار میکنه. هر روز با آسانسور تا طبقه 10 میره و بقیه رو از پله میره. ولی موقع برگشت تا پایین با آسانسور میاد. واقعا جوابش مسخره است. واقعا مسخره. تو ایران اونجا برقا میره. نه. باید ورزش کنه. نه. نباید قبول کنی. زنگ نزد من می‌خواستم بگم چون میخواد ورزش کنه. گفت نه. کی اینجا از همه ریاضیش بهتره؟ علی 2-1 علی 2-1 2-1 3 تا با این 4 دوم. ساعت 3:15 ظهر. زاویه بین عقربه‌های ساعت چقدر؟ ببخشید علی جان. مانی 0 دیگه. علی 3 اورو به پی ام یا ای ام. چه ربطی داره؟ وقتی میادش 15 یه درجه میاد. هر 12 دقیقه یه درجه میادش. اینو با تو تقسیم بر 12. نه. هر کدومش من حالا حساب کردم مثلا بین 25 تا 30 باشه هولوش 7 7.5 در میاد. داداش ریاضیت قوی بودش. بازوت قوی نبود که. مهمونی همه با هم دست میدن. اگه 10 نفر باشن چند تا دست دادن انجام 10 تا. نه اشتباهه. میشه 10 ان. نه اونجوری انقدر راه دور نره عزیز. 20 تا. نه. بیا یه دونه 2 تا 3 تا تو هم به او دست بده. حالا که الان میخوام بپرسم موضوعش زبانی کلامیه. یعنی از این سوالات که اون چیه که فلان میشه ولی فلانه. چیستان. آن چیز که شور محشر آید. چیه که بالا میره ولی پایین نمیاد؟ علی مانی بابا بالا میری پایین نمیای. منم همین می‌خواستم بگم. مانی نه جواب درست بده. شوخی کردی. شوخیاتو دیگه نمیپذیرم. اصلا شوخی هم باید امتیاز بهم بدی. همه دارن میخندونه. واقعا دارم میخندم. دلار. قیمت دلار سوال بعدی 75. مسخره بازی نبردی امتیاز شم. نه دیگه تو اگه اینجوریه باید صفر شی. من چیه که از همه بلندتره ولی سایه نداره؟ خدا. اگه من بگم نه گوشی نه. زبون حرف زدن. دهان. دندون مغز. برای حرف زدن. پنجره. لب نه. صدا. بزن بریم. داور گفتش داور اونجا. دیدم لب زد. ندیدم اصلا سویلو. چیه که همه دارنش ولی نمیتونن ببیننش؟ مغز. نمیتونی مغز تو ببینی. چجوری؟ داداش این مغز نمیشه دید دیگه. اینو باز کنن کله. نقطه جی. کلمه بگو که جمع نداره ولی همیشه جمع رو نشون میده. رفاقت رفیق. صدای گاو. نه. پشمام اینجا حاجی بده. نه.
مادر پدر. نه دیگه نه. خیلی نزدیک‌تر شده. کمتر نزدیک. علی احسان من ایمان به خانواده خود نیکی کنید. اینو بنداز بیرون. بعد از یک استراحت خوب و بی‌شرف میان الان. داش همین که ما تونستیم با هم یه گپ و گفتی داشته باشیم و یه صحبت خوبی داشته باشیم. همچین با هم صحبت هم نکردیم. همه تو پس چرا بوجیم کردی؟ کی نکردم. تو گفتی بخشید. اگه اینجوری آقا پول منم که ندادی ما بریم بیرون. خوب بود؟ آره دیگه تهدید نساز. خونه یه طبقه داریم، همه چیزش زرد، دیوار، پنجره، در، فرش، حتی وسایل. پلا چه رنگی؟ علیز قطعا زرد که نیست ولی سال خیلی انحرافیه، خیلی انحرافی. پله نداره. آفرین. چرا پله نداشت؟ چون یه طبقه بود. گفتی یه طبقه آره؟ پس چجوری؟ پس مردی همراه پسرش در یک تصادف وحشتناک آسیب میبینه. 2 آمبولانس از 2 بیمارستان متفاوت میرسن اونجا. پدر و پسر رو به 2 بیمارستان مختلف میبرن. پس از آن که پزشک وارد اتاق عمل میشه، به پسرک نگاه میکنه، میگه من نمیتونم این پسر رو عمل کنم. او پسر من است. چگونه ممکن؟ زن و شوهره. اشتباه. پدر پسر با اونی که نه جواب اشتباه بود. در مورد اشتباه توضیح نده. چند پدر بوده. زنی به شوهرش میکنه. ها؟ چی؟ سپس او را به مدت 5 دقیقه زیر آب نگه می‌داره. بعد او را حلق آویز میکنه. بلافاصله بعد آنها از یک شام دوست داشتنی لذت میبرند. چگونه ممکن؟ وایسا تصور کنم. شوهر داره تو بهش داره علی فکر کنم همونی که تیر خورده. مانی خیلی نزدیکه. غیر از فیلم چه کار دیگه میشه کرد؟ عکس گرفتیم. یعنی چی؟ زن از شوهرش عکس گرفته. آن را در اتاق تاریک ظاهر کرده و سپس عکس را آویزان کرده. کلا با شوهر کاری نکرده. اون شلیکه چی بود؟ جمع کن بابا. سوال ترنسلیت شده حاجی. یعنی سوال قشنگ خارجیه. با من شوت. ما یه اتاق فکری داریم. من اینجا احسان علی خانی هم در واقع مجری هم. احسان نباید برگردیم مثلا خوشتی میگم. خوشتی؟ بله. زندانی باید یکی از حاجی یه سوال همینو میتونی کاشیده بگویی؟ نه. یه زندانی باید یکی این ستاده رو 9 تمام شد دیگه. من خنج غرور از ویدیو موند رو. غرور خب محمد افشار رو میبینیم اینجا. داره به هر دیری میزنه که بدن کرجی اصیل برندشه. بعدی 5 امتیاز داره. یه لیوان شیر. What the fuck یه لیوان شیر. دوغ. اگه امروز 3 شنبه باشه 100 روز دیگه چه روزیه؟ چند شنبه است؟ 4 شنبه. نه وایسا. آره تا کل روز هفته بگو دیگه. محمد؟ یک شنبه. نه. یک شنبه. جمعه به خدا درسته. جمعه درسته. 5 شنبه. بابا جمعه درسته. داداش 100 روز میشه 3 ماه و 10 روز. نه ضریبش میشه 98 به اضافه 2. خب 7 بشماری میشه 3 شنبه 2 روز بعدش 5 شنبه. چند امتیاز داشت؟ حتما 10 امتیاز. 5 امتیاز داشت دیگه. محمد بای. خیلی تو شدی. شما 2 شدید. تو هم 9. بابا ریدم تو این بازی و